سلام جناب سهنگ. سلام علیکم. روزتون بخیر باشه. روز شما هم بخیر باشه. جناب سهنگ، امروز انقدر تمرین کردم فقط به قصد قبولی اومدم. میخوام به شما و به همه شیرینی بدم امروز. بسیار عالی. آماده شین حرکت کن. خب چرا کمربند من رو باز کردی؟ چه فرقی داره جناب سهنگ؟ گیر الکی ندین دیگه. حالا من کجا میبندم اینو تو برداشتی جای من بستی؟ بابا حالا شما اینو بیاین بذارین اینجا، چه فرقی داره؟ شما کمربندتون رو بزنین اینجا. ولش کن، تو نمیخواد کمربند ببندی اصلا. حرکت کن. هیچی نمیبرم. تو اومدی قبول شی فقط امروز بله. مثل اینکه حرکت کنم. برو پایین. برو پایین، جعبه شیرینیت هم برده بیار.